ساختمان میدانچه ورزشی در محله دشت بالو از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر خاروق مبلغ گذاری گردیده کارها از ماه ایون سال روان آغاز گردیدند. مساحت میدانچه ورزشی 37 متر به درازی و 20 متر به پهنایی تشکیل داده. کارهای ساختمانی را بنیادکاران جمعیت دارای مسئولیت محدود امیر حمزه پیش برده ایستادند. الکی میدانچه ورزشی پوره ساخته گردیده. ساختمانچیان به بنیاد میدانچه مخصوص برای بازی کودکان مشغول هستند. باعث ذکر است که در این میدانچه شرایط برای برگزاری بازی از نمودهای فوتبال خور، والیبال، بسکتبال مهیا گردیده. عین زمان زیاده از 15 نفر در انشاءات جشنی کارهای ساختمانی را به انجام رسانیده ایستادند. لازم به یادآوری است که سالهای آخر بنیاد تالار و میدانچه‌های ورزشی در حدود مرکز ولایت شهر خاروق اوج تازه کسب نموده. جوانان و نورسان هرچی بیشتر به ساحه ورزش جلب می‌گردند. اطمینان می‌رود که بنیاد میدانچه ورزشی و میدانچه کودکانه تا آخرهای ماه آگوست به آخر رسیده. باشندگان محله دشت بالا از جانب شهرداران با تحفه ارزنده در نمود انشاءات ورزشی سزاوار خواهند گشت. شروع از ماه مارس سال 2020 کارهای ساختمانی در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 5 شهر خاروق آغاز گردیده. آن طبق لایحه تحکیم صلح و ثبات توسط ساختمان اینفراساختار مهم اجتماعی در شهر خاروق ولایت مختار کوهستان بدخشان عملی شده ایستاده است. از روی معلومات مهندس ساختمان امام نظر مظافرشاهی، بنای مؤسسه از 2 آشیانه عبارت بوده. برای 450 جای نشست در یک بست پیش بینی شده است. در آشیانه یکم صنفخانه‌های تعلیمی و اتاق‌های فنی جای داده شده. در آشیانه دوم باشد مجلسگاه و اتاق‌های آزمایشی بنیاد می‌گردد. مبلغ گذاری اساسی ساختمان بنای حاضر زمان مؤسسه تعلیمی اتحاد اروپا به حساب رفته 7 میلیون سومانی مبلغ را برای تعمیر و از نوسازی بنای تعلیمی روانه کرده شده است. ساختمانچیان حال حاضر به کارهای داخلی و بیرونی بنا بند بوده. الکی زیاده از 90% کارهای بنیادی به انجام رسانیده شدند. لازم به یادآوری است که با بنیاد چنین مؤسسه زمانوی طالب علمان امکانیت پیدا می‌نمایند تا در شرایط خوب تحصیل دانش را از خود نمایند. برای بنیاد مؤسسه جمعیت دارای مسئولیت محدود بنیاد، تشکیلات دهات، پامیر انرژی سرویس جلب شده. زیاده از 100 نفر ساختمانچی به بنیادکاری مشغول میباشند. گرچند تا جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان روزهای به شمار باقی مانده باشند هم ساختمانچیان تلاش به خرج میدهند تا بنا را با صفت بلند به اتمام رسانند. با قامت افروختن مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 5 شهر خاروق، خوانندگان روز دانش را در مؤسسه زیبای و زمانوی و فراهم با تمام شرایط سطح بلند استقبال خواهند گرفت. در سمینار مشورت کارمندان ناظرات انداز شهر خاروق، شخصان حقوقی و صاحبکاران انفرادی اشتراک نموده. سردار ناظرات انداز شهر الهام مرادحسینов قید داشت که خوشبختانه امروز فضای آرام و آسوده وطن و استقلالیت کامل تاجیکستان عزیز شرایط فراهم آورده است تا شهروندان فعالیت صاحبکاری خود را پیش برند. گفته شد بخش خصوصی اساس درآمدی بودجه دولت به حساب رفته. در زمان صاحب استقلالی کشور صاحبکاری در کشور وسعت تازه کسب نموده. ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان نیز با تأسیس شکل‌های گوناگون مالکیت خصوصی آغاز نموده. تعداد صاحبکاران در ولایت سال از سال تمایل به زیادشوی دارد. قید گردید هر شخصی که به فعالیت صاحبکاری شروع می‌نماید باید رسما در مقامات ناظرات انداز ثبت نام شده از حساب درآمد فعالیتش حصه معینی مبلغ را در شکل انداز به بودجه وارد نماید. سری وقت پیشنهاد نمودن اعلامیه و پرداخت مبلغ به بودجه محلی بهره پیشبرد فعالیت خود صاحبکاری اینچنین به پیشرفت و گلگل شکوفایی ولایت زمینه خوب می‌گذارد. در جریان سمینار مشورت اینچنین موضوعهای حقوق اندازسپارندگان و صاحبکاران انفرادی که طریق پتنت فعالیت می‌نمایند، اینچنین شخصانی که با شهادتنامه فعالیتشان را پیش برده ایستادند مورد تحلیل قرار داده شده. تاکید گردید که گذشتن به حکومت الکترونی ما را وادار می‌سازد که در اساس این طلبات همه حجت‌گذاری مقامات انداز و اندازسپارندگان را در شکل الکترونی انجام دهیم. وارد نمودن معلومات دقیق و صحیح درباره فعالیت هر یک صاحبکار به برنامه می‌تواند کار ناظرات انداز و وقت صاحبکاران را کمتر و بدون مشکلات انجام دهد. در فرجامیان کارمندان ناظرات انداز شهر خاروق و شخصان حقوقی و صاحبکاران انفرادی صحبت آشکارا دایر گردیده و سوال‌های پیشنهاد گردیده جواب‌های مشخص داده. سرطان یکی از بیماری‌های خطرناک زمان معاصر به حساب رفته سال‌های اخیر در بین طبقه‌های گوناگون جامعه خروج یافته است. گرچند محققان ساحه سرطان شناسی جهان اید پیشگیری، تشخیص و تبابت این بیماری سال‌های طولانی تحقیق‌ها گذرانیده‌اند،
لیکن تا کنون این مشکلی هنوز هم به قدر امکان حل خود را نیافته ایستاده است. در مرکز سرطان شناسی ولایت مختار کوهستان بدخشان عین حال 35 نفر کودک با بیماری سرطان به قید گرفته شدند. در عرفه 30 سالگی استقلالیت در برابر وارد گردیدن دیگر تجهیزات زمانوی برای مرکز سرطان شناسی ولایت حجره مخصوص برای طبابت کودکان از تعمیر جاری برآورده شده مورد استفاده بری قرار گرفت. در عرفه 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان مرکز سرطان شناسی در همکاری با شریکان رشد حجره کودکانه شعبه سرطان شناسی را از تعمیر کسمتیکی برآورده برای کودکان مبتلای سرطان شرایط مساعد را فراهم آورد. طبق معلومات های مرکز این زمان 35 نفر کودک در قید دیسپنسری هستند و این 10% را از شماره عمومی کودکان از سن 0 تا 18 ساله را تشکیل می دهد. در بین کودکان اساساً آماسوی به صفت سیستم خون و لیمفوفر مشاهده می شود. با شرافت صاحب استقلالی کشور به مرکز تجهیزات نو وارد گردیده صفت تشخیص سرطان رو به بهبودی نهاد. رازیه باقرova ساکن دهه تختمیش ناحیه مرغاب بیش از 3 ماه است که در مرکز طبابت گرفته ایستاده است. شوهرش میگوید که امروز شکرانه صاحب استقلالی مملکت میکنیم که در ولایتمان طبابت میگیریم و شرایط مساعد برای بیماران مهیا گردانیده شده است. متخصصان عامل‌های گرفتارشوی به بیماری سرطان از عصبانیت زیاد، سیگارکشی و مایه‌پرستی طرز و وهم عنوان میکنند. از این رو دعوت به عمل میورند تا که هر یک شخص باید به حیات هر روزه خود دقت ضروری روانه نماید.